سلام دوستان گلم. خب آموزش سویچ کردن و سرچ تکی تلویزیون رسیوردار سامسونگ. خب میریم تو تنظیمات، مجابی خودها رو اوکی میزنیم. خب این هوایی رو میذاریم روی ماهواره، میایم گزینه انتخاب ماهواره رو انتخاب میکنیم. اینا درستن. خب اینجا ستلایتمون رو انتخاب میکنیم، هر ستلایتی که بالا نصب کردیم گیشامونو. میایم گزینه سوم نوع LMB، بعد اول میرم روی فرکانسی که کیفیت داشته باشه. مثلا یوتلسات این فرکانس کیفیت داره 10721 H22000. میایم گزینه دومی سویچ 1 2 3 4 میذاریم، هر کدوم کیفیت اومد معلوم میشه دیگه، مثلا 51% اومده اوکی. بعد میزنیم بعدی، دوباره فرکانسمون رو میذاریم، مثلا جهت تورک سطمونه 11096 H30000. دوباره میایم روی سویچ، شماره رو میذاریم، هر کدوم کیفیت اومد درسته. خب تمام. خب اسکن رو میزنیم، اینجا شروع رو میزنیم، میایم روی اسکن آخری. اگه میخواین دستی سرچ کنیم فقط بزنید یه فرکانس سرچ بشه، بعد تایید رو بزنین لغوش کنین. خب بله خیر، بله رو میزنیم. اینجا میریم تو تنظیمات دوباره، چون اگه بذاریم خودش سرچ کنه کانال‌های اضافه زیادی میاره، ما اون کانال‌هایی که ایرانی هستن میخوایم بیاریم. دوباره میریم توی تنظیمات، توی 10 حال پخش. خب میایم تنظیمات کارشناس، مجابی دستی. خب جهتمون انتخاب میکنیم، اینجا فرکانسمون رو میذاریم، هر فرکانسی که میخوایم سرچ بشه. فرکانسمون 11304 رو میذاریم، بعد سرچ رو میزنیم، وای میسیم سرچ بشه. این مدل سرچ تکیه. دوباره فرکانس بعدی، یعنی دیگه شبکه‌ای که ایرانی هستن میاریم دیگه، اضافه بر سازمان نمیاریم که تلویزیون سنگین بشه. دوباره فرکانس بعدی، همینجوری پشت سر هم فرکانس رو میزنیم، جستجو میزنیم، اونجا میمیسه چه تعدادی پیدا کرده، مثلا 6 تا اینا چند تا. فقط لایک ساب یادتون نره، ما رو حمایت کنین، یه لایک خوشگلم بزنین زیر ویدیو، فداتون بشم من. جهت های دیگه هم به همین ترتیب جهت انتخاب میکنین، فرکانس انتخاب میکنین و سرچ میزنین، خیلی راحت. عاشقتونم. تا کلیپ دیگه، فعلا.